جناب آقای درخشان بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. 100 نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. سلام بر نبی مکرم اسلام، سلام و درود بر شما نمایندگان ملت شریف ایران. امروز کشور عزیزمان مام میهن مورد هجمه تبلیغاتی بیگانگان قرار گرفته و از هر فرصتی برای ضربه زدن به ملت ایران استفاده می کنند. در شرایطی که کشورهای عربی به دامان اسرائیل پناه برده‌اند و اتحاد منحوس عربی، عبری، غربی موجب ناامیدی اسلام و اسلام دوستان شده است، در این برهه خاص تاریخی می طلبد که همه نیروهای نظام، دولت، مجلس، جناحهای سیاسی بدور از هر گونه تنش همگی برای اطلاع ارزش‌های نظام اسلامی و نام پرآوازه ایران متمدن اسلامی در کنار هم باشند. جناب رئیس جمهور، اوضاع اقتصادی کشور در یکی از اسفناکترین دوره‌های تاریخی خود قرار دارد. تورم، گرانی، وضعیت نابسامان بورس که سرمایه‌های مردم را بلعید و مهمتر از آن فسادهای خرد و کلانی که ارزش‌های کشور را زیر سوال برده، جملگی ناشی از مدیران ناکارآمد و غیر تخصصی و غیر متعهدی که در مناصب حساس و کلیدی تصمیم گیری و تصمیم سازی قرار گرفتند. جناب رئیس جمهور، نمایندگان ملت، استان سیستان و بلوچستان تنها استانی است که 95% تصمیم گیران و تصمیم سازان حوزه سیاسی و امنیتیش از خود استان نیستند، گرچه مدیرانی متعهد تلاشگر هستند که دلسوزانه برای استان تلاش می نمایند، اما برای تصمیم گیری و تصمیم سازی در مورد سرنوشت یک سرزمین و مردمانش بایستی شناخت کافی از آن مردمان داشته باشیم. ضمن تشکر از جانفشانی های نیروهای عزیز نظامی و انتظامی، متاسفانه در ایام اخیر برخی برخوردهای نیروی انتظامی موجب رنجش مردم انقلابی شده است. از نیروی انتظامی به عنوان مظهر اقتدار و امنیت بیشتر از اینا انتظار داریم. مبادا این رفتارها باعث بدبینی نسبت به نیروی مقتدر انتظامی شود. همکاران عزیزم، کاش انتخابات ریاست جمهوری برای همه مردم ایران یکسان می بود و همه کودکان مستعد و توانمند این سرزمین آرزوی رسیدن به این مقام را داشته باشند. وزیر محترم امور خارجه جناب دکتر ظریف، شما که استاد مذاکرات در شرایط خاص هستید، برای مردم استان سیستان و بلوچستان، خاصاً مرزنشینان جنوب شرقی کشور، مرز پیشین از اهمیتی خاص برخوردار است. مرزی که ارزش مبادلات تجاریش قابل توجه، مرزی که اشتغال، معیشت و ارتزاق صدها هزار مرزنشین را تأمین خواهد کرد. در همین گذشته‌های نزدیک صحبت‌ها از این قرار بود که طرف پاکستانی انگیزه و رغبتی برای گشایش مرز پیشین ندارد. خوشبختانه مسئولین پاکستانی در روز افتتاح گذرگاه مرزی ریمدان تلویحاً رضایتمندی خود را با توجه به رایزنی‌های حضرت عالی در سفر اخیرتان به پاکستان اعلام کردند. با توجه به جمیع این موضوعات از شما وزیر محترم تقاضا دارم که با فعال کردن دیپلماسی اقتصادی این خواسته مرزنشینان جنوب شرقی کشور را محقق بنمایید. نمایندگان ملت، حوزه انتخابی ایران شهر به عنوان بزرگترین حوزه انتخابی کشور با بیش از 800,000 نفر جمعیت، با بیش از 50,000 کیلومتر مربع مساحت، بعضاً از برخی استانهای کشور هم بزرگتر می باشد،
می‌طلبد که شما نمایندگان ملت توجه ویژه‌ای برای افزایش تعداد نمایندگان این حوزه انتخابیه بر اساس اصل 64 قانون اساسی داشته باشید. وزیر محترم نیرو، محرومیت و عدم دسترسی مردمان بسیاری از روستاهای حوزه انتخابی به آب شرب و بی‌توجهی مسئولین امر کم کم به یک تراژدی غمناک تبدیل می شود. شما فریاد تشنگی مردمان لاشار را کی می خواهید بشنوید؟ نمایندگان همکارم در سفر به استان از نزدیک این فریاد مردم را شنیدند. وزیر محترم نفت، آیا شایسته است مردم عزیز ما در کشوری که صاحب بزرگترین منابع گازی تشکر میکنم از برادر